جیگر من نفس من تو به ما بگو چی با تو بیارم لباشک ها خب دیگه کسکن بیاره بفیره همینایی که توریش لباشکا توریش قطیه ها قطع بالا و تعدیل بنشه چشم یه خلیتی پوره به تو میخوره میادن که جکی من خیلی میاد کو یک بیسی بکو آره تو یک بیسی بده مدر تو چردی وقت نیه چردی وقت خوشه که مدر تو یک بیسی بکنم من میام من تا پیشینا میام خداحافظ میگه بیا کیچکی میگه بیا گردن رو من باشه پول نده برو با قول قضور عدل این قبل قبل بسر کن هرچی من میگم پول بده میشه جمعه نزبات میگم بیا یک به سلام ها بیا یک و مثل اوقتی بگم شما میگم چه کارم فلانه مرتک نزبات داشته نمیده به خونه قصور خو سالم هم 12 هم برو به سر کار برو به دکان برو بشه کار که آخیره بچی حالا من کته شدم حالا من از خودم کته شدم من دست چپ پراست خود بشناختم من نزبات دار شدم حالا مردم هم من تنه بلن که گیلک به نصره نزبات خود نمیده با چی قول مقال داری؟ با چی لواچه لکته ویغزه؟ با چی دعوا داری؟ به نانه میگم پول بدین نمیدن به شما میگم پول بدین نمیدین و کجا میبری؟ نزبات خو سر نزبات خو عجب کاریه بم 600 دنیا دیگه بریم اینجا بری 60,000 مایم به 500 مایم بابا جو نوری چه 60,000 تولا پیشکش رو دادم 190,000 دیگه بمونده خب بمونده چکار میشه میجه هم بری مقدارم تو کی نمیگذاره هم خسور تو گردن ما بند باشه صبح نزبات ما زنگ زد گفت ایلا گفته بو بیا با من چیزی لباشک هم بخر توریشک هم بخر کسک هم بخر بسکوت هم بخر گو بیا پیارا خب بگردون تو نمیقدارم تو را سراخ بدر میکنم ایزا دبا خونه کتای نکو پیار هم مثل که به خیالم گردن ما بند شما نمیفهم دیونه شدی آدم دومت خود از سراخ بیری میکنه شما دومت شما وقتی که دوماتی بینی شما از سراخ بیری کردم بابا جون فعال شرایط ها فرق کرده تو نسبه پیشکش نسبه نکنی ولی کسی به سراخ نمیگذارم تو پاچلی که جکی زنگ زد که گیله جو بیا اشتباه کده زنگ زده ولد من گردانی ما بند اگه لینگ ما دروغ بگه که جکی زنگ زد پول میدم میفهمی اگه تو اصلا با نماشون بیا میده با کلیتور میکنم انا ولی که میگی که من میرم سیکو یک ای دو ای سه ای چهار آنه بگی چنده؟ 520 به 520 بفهمیدی؟ من نه که تو لحظه رو بدر کنن دیگه چرا من لحظه رو بیرون کنن؟ اما معلوم میشه حالا که گریه میکنی فرشونی که کیم زنگ زده با معلوم میشه اشتمیه لو پیار هم که نمیفهمی شما پیار شما مرتکاکی باشی میفهمم بچه خوبه گردون صبر کنی ما به شما بگم شما مرتکاکی باشی نو مدر من نزبات دار کنیم مدر من نزبات دار کنیم دومات خلا نه دیگه مدر من کزن شما نه شما مدر من نزبات دار شدیم شما اصلا بیری کردم گفتم شرایط ها فرق میکنه درونه که من نمزاد دار بدون تا درون تو حال فرق میکنه برو امشه مستون صبح بخیر وقت خب برو زودی بیایی بابا سوال لیفی خوده که خوبه بستی که سبا جمعه یا چی بیا به سر وظیفه خوب سبا هم مثل که شنبه میام خوب دوشه میستی یا معلوم میشه که یک شام بسته که قنیباته تو گده ها دوشه بداری معلوم میشه اگه من میفهم شرایط حال فرق کرده بیا خوبه کردم یک شام بسته قنیبات Stop.
بیشتر کاکادیلا اشتنی جنجره بشی رقیق بالا اینجا یک پولی دار اومده بابا پولی با خیلی برو بخور خرج کن تفله کن بیشتر کاکادیلا اشتنی جنجره برای صبح پول دادم یک بیستی دارم بابا بده بیستینی یعنی پینجه بخور نگاه داری خوبه خب آه سلام علیکم کاکادیلا اشتنی بیشتر شما خوبه جنجره یک پولی دارم محمد ایسو خدا دیم پولی آه پینجه ایه خیلی زنده بشی السلام عليكم كوكاديلا علیکم اشتنی جنجره خوبه خیال هستی از هم کلمتان زنو فینجا می یک سیدی به من بده ما خیلی برای خدا زنده بشی خرج بیکن کاغذباد نخری خب باشه بیشتر گیلا خوبی سرین جنجره سخت خوبه شکر خیال هستی چی گفته فضل خدا شکر دارم زیاد کردم که چی بود زنده بشی کی کی اشترم عمه تا این وقت چشمو بام در خونی هم تسی میکنم دم سر که چی وقت در سر ما میشه تو با چه بیستی میدادی سدی نمیدادی دیگه خیر گپ پینه پول میده نبود سدی هم بدادم پینجه هم بدادم من از اونا که گفتم خوش دارم دید تا خریدم توروشه میت مرتقه گو توروشه کنیه کلکان اینا از هم همه کده نمیده بیتر خوشتم با چه وقت اینا میستانم بیت تا بسکوتم بستندم خیلی گردن آبان 45 ریپه شد 55 ریپه خیلی 55 ریپه آن جیگار مقدم خدا و دلم میشه خدای سر تو ارزش نداره سلام آنی بیستیرم بخو خرج کن خیلی نیه بسیمه نه باش ما برو چای باش ما بیارم گپی نیه از این بعد آدم آدم بیاره ما کتوری یاد بکنم زنده بشی برام که چای بیارم خیلی میمر کجکی از چشمه خطر بیشتر ما کجکی بیا خودم چای بخوریم چی میگی اینا؟ بیا خودم چای بخوریم آن وقت آمدن آقا من نمیاد خب سلام واه سلام وعليكم بیشتر گیلا خوبی؟ سلام جانجور خیریته سلامتی تیار هستی زنده باشی سلامت باشی زنده باشی باز بیامدی دیگه ها؟ بیا آمدم نسبت خواهم خرید کردم خوب چیز خریدم هواسونه حواسونه خیلی لباشا خریدم کسک بیفه
خوب گلک جان امشب شب جمعه بیامدی به نظرم که امشب بستکی همیته معلوم میشه بله یا نوزباد ما گفتک زنگ زد گفت بیاد گفتک امشب بیاد نمزاد تو زنگ زد آه بعد کرد اشتباه کرد خاک به سر ازیشه میگم قول قرار ما چی بود آخه؟ خبر نداری قول قرار ما چی قول قرار خودش وقتی که من دختر خونم نمزاد داد کردم برای تو دادم بیاد تو نیانه چی قول؟ بیاد خب بیاد نگفتم که تا پیشکش خلاص نمی کنی لنگ خوب تعلیق خونه نگذاری باز دویده شب جمعه میبینی بر میخزی میایی خلیتی هم به دست تو 4 تا بسکوت به تایو میفهمی چندی هم پیشکش تو مونده از 4.5 لک روپیه تو میبینی 60,000 روپیه دادی سیل کو چند دیگه مونده 3,90,000 دیگه مونده قول قرار ما این بوده که پیشکش خلاص شه بعد از تو بیای اینجا من نمزاد بیزی خود تو فکر کن همین چیزه گلاس چای خوب بخور نمو بخور خب بخیر دیگه میری دیگه ولی ها نه خب بیا من امشب مستم یکم اگه میشه و اینجا میستکی بستک من تو مگرم به می اتاق به پیش بخوشی بفهمیدی خوب چون قول قرار ما امیر بوده شرفهم شدی حالا برو دل تو دیگه اگه همینجا به می اتاق پیش مخو میشی که باشه اگه نه دیگه از تو به خیر از نام سلامت کوکو خصوص شما نزبات منه که پیش شما کارشون خب ما قول و قرار ما همین بوده تا پیشکش خلاص نشه باید تو هردم نمزاد رو نبینی به نمزاد بیزی نیایی کجایی؟ گله اشتنی؟ خیلی اونجور کجا میری؟ سرخ ها؟ سرخ بیارین چای بخوریم پیار تو من بیرو کردن گفتن نیا کی بیرو کردن؟ پیار چرا؟ گفتن نیا بگون گله سیا گفت میگم یا خیلی که تو بیرو کردن بیا چی شدی دختر؟ چی شدی؟ بله آقا جان مرگ آقا جان با تو نگفتم دیگه زنگ نزنی بری از این با خودمون آدم یاد میکنم آقا چیکار کنم یاد میکنم با تو بگفتم دیگه زنگ نزنی همشه جمعه که میشه تو گوشیرور میداری و زنگ میزنی چه کار کنم خودت تو دختر قول قرار ما همین نبوده که تو پیشکش رو خلاص نمیکنه بدی خونه نمیه پاکو نگذاره بعد کار کردم آقا بعد دیگه شما کار نمیکنید بیرون نمیکنم تا چی بعد کار کردم تو هم طرفداری از اون میکنی نمیفهمی پیشکش از اون مونده همین جیم شو میست بعد دیگه همین همسایه چی میگم همین جیم شو میستود مگر به پیش مخواه میشود نه پیش تو برو زرفا خوب میشود وقت فلش تاقه گله همین پایه باز کلم خراب شده کم پول داری به ما بدی و غاز با دفعه دیگه که بیامده به تو میدم خوبه همه بدی چنده؟ 300 300 دیگه ندارم نداری؟ نه خب خیلی بین دفعه دیگه نمیشه برو به پیار خوب بگو گناه داره گیلک بگو دوماد مانه گناه داره چی خاطر تگ نیا گفتن برو تو 60,000 پول دادیم شما ندادیم لکه گو هر وقت لکه پولو خور دادیم بیا کار کن زحمت کش پولا خوره کردی با بیا این پولا رو هم بدادم تو که برو بگو برو همین جگاه استادیم نه جو حالا بازو زنی نمیشه اعصاب بیام خرابه بود دفعه دیگه که بیام اینو قاره میگم خوبه دیگه ها حالا اعصاب خراب من هم میزنم
کرایه خودم ندارم تا دیشته برم. گیلک کاری که با می دکا موتر بشینه گونجی که برسید بگو ندارم یا 2 میلیون تومان خورد بگیر.